سلام به همگی و به کانال یوتیوبم خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بالاخره بعد از 5 ماه فکر کنم به این قسمت چهارم از مجموعه یاد گرفتن زبان فارسی رسیدیم و اول از همه باید بگم که این اپیزود از قسمت‌های قبلی متفاوت میشه. منظورم اینه که صادقاً توی 3 تا اپیزود اول متن یادآوری استفاده کردم و سعی کنم تو این اپیزود نشون بدم دقیقاً سطح فارسی من کجاست. طبیعتاً به احتمال خیلی زیاد این ویدیو طولانی میشه، پس ببخشید. خب اولا میخوام در مورد سال 2024 میلادی صحبت کنم و بعدش سال 2025 برنامه من برای سال 2025. پس چطور یاد گرفتم، چقدر یاد گرفتم توی سال 2024. اوکی، عمدتاً یه ترکیب از پادکست ها، فیلم ها، یوتیوب و صحبت کردن با دوست دختر، دوستش و خانوادش. این روش های من برای یاد گرفتن زبان فارسی بود. توی سال 2024 تقریبا فکر کنم 200 ساعت به پادکست گوش دادم و نمیدونم دقیقا چقدر صحبت کردم، ولی هر روز با دوست دخترم اگه توی زندگی واقع و یا با تلفن صحبت کردیم و موضوع مختلف بحث کردیم. پس یه ترکیب از روش ها استفاده کردم، اما این ویدیو یه هدف اصلی داره. اینه که میخوام در مورد چالش ها که من برخورد کردم صحبت کنم و جنبه های مختلف نسبت به یاد گرفتن زبان فارسی، مخصوصا زبان فارسی و در اصل زبان، میخوام در موردشون صحبت کنم و بحث کنم. برای من چطور بودن، چی جنبه ها سخت بود، چی جنبه ها آسان بود و خب میخوام با خط شروع کنم، چون که وقتی من به یه نفر میگم که آره من زبان فارسی یاد میگیرم، فکر کنم حدوداً 50% از این نفرها ازم میپرسند وای زبان فارسی خط عربی داره، راستی؟ خیلی سخته نه؟ و این سوال برای من جالبند به خاطر اینکه خط عربی جنبه های آسان داره و جنبه های خیلی سخت داره و تو این ویدیو میخوام در مورد 2 جنبه صحبت کنم. جنبه اول خوندن به سمت
راست به چپ، سخت یا نه؟ برای من میخوام بگم که واقعا سخت نیست. فکر کنم بعد از یه ساعت یا نمیدونم 2 ساعت مغزم اه، متوجه شد که زبان فارسی باید به سمت چپ بنویسن. عمدتاً به نظرم نوشتن و خوندن به سمت چپ مشکل نداره برای من. ولی خب متوجه میشم اگه این مفهوم برای کسی که فارسی یا عربی درس نخوندن سخت به نظر میرسه. خب ولی این خیلی مهمه. خوندن به سمت چپ مشکل نداره، ولی خوندن بدون حرکت، وای نگم برات، این جنبه سخت‌ترین جنبه فارسی است. به خاطر اینکه حتی بعد از یه سال وقتی من یه متن فارسی میخونم باید کل کلمه بخونم قبل از متوجه میشم این کلمه است. متوجه، مثلا متوجه، این واو یه و است. نه، متوجه نه، متوجه. راستش رو بخواید فکر کردم که این ویدیو جدا میخوام درست کنم. اینه که من یه متن فارسی میخونم و بهتون نشون میدم چطور مغزم کار میکنه وقتی من یه متن فارسی میخونم. پس این ویدیو احتمالاً فردا یا حتی شاید فردا اپلود کنم. اوکی، جنبه بعدی متن یادآوری باید داشته باشم. جنبه بعدی تلفظ فارسی یا لهجه فارسی است. در مورد تلفظ فارسی باید بگم که اولا یه چیز بد اینه که وقتی من پلی میزنم یه چیز اتفاق میفته. وقتی من میدونم که یه ویدیو درست کنم مغزم خراب شد تلفظم واقعا بدتر میشه و لهجه من عوض میشه. نمیدونم چرا. وقتی من با دوست دخترم یا دوستای من صحبت کنم لهجه من کاملا مختلف از اینه. خیلی فرق داره. خب در مورد تلفظ زبان فارسی تلفظش انقدر سخت نیست، ولی 2 حروف یا صداها وجود داره که ما توی نروژی یا انگلیسی نداریم، یعنی خ و ق. ق از خ واقعا سخت تره، به خاطر اینکه خ
حتی اگه این صدا نداریم توی انگلیسی یا نروژی، چند تا زبانهای فرنگی یا اروپایی این صدا داره. مخصوصا یادم میاد اسپانیایی داره، یعنی مثلا نامه خوسه، این صدای خ داره، ولی صدای ق توی زبانهای اروپایی خارجیه. واقعا صدای ق نداریم. پس این صدا اولا سخت بود، ولی بعد از چند تا ماه آسانتر و آسانتر شد و بعد از فکر کنم 4 ماه از ابتدای یاد گرفتن زبان فارسی، برای این در مورد ق فکر کردم مشکل نداره. باشه، این ویدیو خیلی طولانی میشه، پس باید تمومش کنم. ولی جنبه بعدی افعال توی زبان فارسی. افعال نسبت به زبان نروژی یا انگلیسی خیلی سخته، خیلی پیچیده و راستش رو بخواید اینقدر پیچیده که من نمیتونم دقیقاً توضیح میدم چرا این افعال پیچیده است، ولی مخصوصاً فرق بین ب و می، مثلا بخونم میخونم، بتونم میتونم. این انقدر سخته، نمیدونم چرا برای من این مفهوم متوجه نمیشم، ولی سخته. تمام شدم. آخرین جنبه که من توی این ویدیو میخوام در موردشون صحبت کنم، فرقی بین زبان رسمی و غیر رسمی. من شخصم توی فارسیه که من هر روز صحبت میکنم، استفاده کنم، یه ترکیب از این دوتا مفهوم استفاده میکنم، ولی فکر کنم که اکثرش غیر رسمیه، انقدر رسمی نیست، ولی بعضی موقع یک کلمه خیلی خیلی مؤدبانه، خیلی رسمی میگم و دوستم من سورپرایزشون کنم و متفاوت رسمی و غیر رسمی برای من سخت نیست، ولی جالبه. وقتی من توی یه پودکست گوش میدم، وقتی من به یه پودکست گوش میدم و این نفر که پودکست درست کنه میگه میشود و من شخصا میگه میشه یا میتونه، نه میتواند. این برای من بامزه است. خب خواستم در مورد جنبه های دیگه صحبت کنم، ولی فکر کنم که مغزم واقعا خسته شد و زبانم خشک شد، باید لیوان آب سر بکشم
دیدی باید این لیوان آب رو سر بکشم. درسته؟ پس میخوام این ویدیو تمامش کنم و فردا یا روز بعد از فردا میخوام یه ویدیو دیگه اپلود کنم و وای خستم. توی این ویدیو میخوام یه متن فارسی بخونم و اپلود کنم. پس این ویدیو انتظار بکن. پس به همه دوستان خوبم میخوام خداحافظی کنم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار و خداحافظ.